خونه عروسی کدومش بود؟ ايه كده بس كنت مدني دیدم ايه خدم وداش دمه عروسا الو شغله چیکاره توضیح سوری سلامت خوبه میدونی چی میگم بجون خیلی مشهور هستم نفهمیدم خیلی میگم بجون چون براتن عروس مشکل نیستن چی؟ براتن نکن تو عروس مشکل من برم آخه من رو بفهمم چی نه طرف فهمید نزدتم من رو بفهم عروس مشکل نیستن خلاص من که یعنی اجازه کن من خونه عروس دارم میرم همه جا راستی پیش راستی من بچه‌ای چوپانم با غیرت و چقانم من بچه‌ای چوپانم با غیرت و چقانم خیال نکنه دختر آمدنم میتونم خیال نکنه دختر آمدنم میتونم من بچه‌ای کم بغل دایم گپایم حداقل من بچه‌ای کم بغل دایم گپایم حداقل مکی راست شب گمن پگاه میکنی تو خر مکی راست شب گمن پگاه میکنی تو خر میخوالم از زنگیرم بی دختر تا بگیرم میخوالم از زنگیرم بی دختر تا بگیرم اگر دختر تا ندی ای خموشم میمیرم اگر دختر تا ندی ای خموشم میمیرم اما عروس برام میگه تو بوش خودت خیلی خوش کنیم برم باشم چی میبریم خود کنی چی نداره ایش آقا چهارزده جا تارزده ساده یه کشک پدر کنم راسته باید ببین عذابت آمدم با عروبت انا ببین عذابت آمدم با عروبت دختر تا دوست میدارم ای خاله‌ی خرابت دختر تا دوست میدارم ای خاله‌ی خرابت خاله دیدی عذابت بیا پیشی عروبت خاله دیدی عذابت بیا پیشی عروبت دستی ببرش بالای تخت دستی داماد بگی ببرش بالای تخت
خدا چی کار کنم خاله محکولم نشیم ای خدا چی کار کنم یا ایجا بگریزم یا کینی کار بکنم یا ایجا بگریزم یا کینی کار بکنم خدا جان صبرم بیده تا کینی کار بکنم خدا جان صبرم بیده تا کینی کار بکنم بعد انا دختر شما میدانم کی چی کنم بعد انا دختر شما میدانم کی چی کنم خواستید و قبولش کردید کنشنا ببینم البته Mugambo, اگه تو با آرزوات رسیدی این نزا گرفتم این نزا انا که میدفت نوبتی ما نه